سلام به شما عزیزان بیننده، به برنامه ویژه‌ای که امروز داریم خوش آمدید. امشب با ما هستید برای صحبت با یکی از بهترین مهاجم‌های فوتبال آسیا، آقای تایسون. مهاجم تیم آسمان که به تازگی عنوان آقای سال آسیا رو به دست آورده. آقای تایسون 26 ساله، مجرد و با کارنامه‌ای درخشان، امروز در استودیو ما حضور دارند. آقای تایسون، سوال اول اینه که شما چطور تونستید همیشه انگیزه خودتون رو حفظ کنید و از دست ندید؟ سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم و ممنونم از شما و تیم خوبتون که من رو دعوت کردید. راستش، حفظ انگیزه همیشه یه چالش بوده، ولی چیزی که همیشه بهم کمک کرده، مرور هدفهامه، یادآوری این که چرا این مسیر رو شروع کردم و چه چیزهایی توی راه یاد گرفتم. عشق به فوتبال و هدفهایی که برای خودم گذاشتم، همیشه مثل یه چراغ برام بوده. خانواده‌ام، مربی‌هام و البته هوادارها هم نقش بزرگی داشتن و هر بار که به مسیر طی شده نگاه می‌کنم، انرژی می‌گیرم که سخت‌تر تلاش کنم و جلوتر برم. فکر می‌کنم وقتی آدم یه هدف روشن داشته باشه و مدام اون رو جلوی چشمش بیاره، انگیزه خودش همراهش میاد.